وای نه، فکر کنم یادت رفته قفلش کنی. دلم ریخت پایین. آروم رفتم سمت در و چکش کردم. خدا رو شکر قفل بود. بذار بیام تو، درو باز کن. همینجور جیغ میزد، فحش میداد و با چاقو میزد توی در. صدای فلزی که داشت رو در چوبیمون یه چیزی رو حک میکرد میومد. حتی رفت سراغ در یه همسایه دیگه. از اینکه درا قفل بودن کلافه شده بود و انگار میخواست حتما داخل خونمون بشه. شروع کرد به لگد زدن و بدنشو محکم میکوبید به در و داد میزد. باز کن درو! با ترس به الکس گفتم به پلیس زنگ بزن، زود باش. اونم زد و به اپراتور گفت همسایمون میخواد وارد خونمون بشه، میخواد درو باز کنه، لطفاً یکیو بفرستین. اپراتور گفت میتونید چیزی ببینید؟ چشمی در یا پنجره‌ای دارید که بتونید ازش اونو ببینید؟ گفتیم نه، ولی بهش گفتیم احتمالاً یه چاقو یا یه سلاح تیز باهاشه، داره محکم درو باهاش میزنه. زدم زیر گریه و الکس هم سعی کرد آرومم کنه. منتظر بودیم و صبر کردیم تا اینکه بالاخره صدای آژیر پلیس از دور اومد که داشت نزدیک و نزدیکتر میشد. درست جلوی در خونمون گرفتنش. هنوز چاقوش تو دستش بود. حتی فرارم نکرد. خیلی سریع بازداشت شد. فهمیدیم حکم تخلیه خونه بهش دادن و بعدش هم فرستادنش یه مرکز توانبخشی و بعد اون دیگه ندیدیمش.